تندیس یادبود پادشاه رو میتونید ببینید که به زیبایی توی ورودی پارک قرار گرفته. Get up, join us, dance, let's go, awesome, shout. یه قطعه زمین 57 هکتاری که ملک شخصی پادشاه ششم تایلند یا به اصطلاح خود تایلندی‌ها پلمپوک بوده. تو سال 1925 پادشاه تصمیم میگیره که ملک شخصیشو به مردم اهدا کنه تا مردم از اون به عنوان سیامارت یا نمایشگاه تجاری استفاده کنن تا محصولات، تولیدات و صنایع تایلندی رو به همگان و خارجی‌ها معرفی کنن. بعدش هم پادشاه این پارک رو عمومی اعلام میکنه و اسمش هم از روی زادگاه بودا توی نپال یعنی لومپینی به لومپینی پارک تغییر میده. همچنین تو جنگ جهانی دوم از این پارک به عنوان اردوگاه نیروهای ژاپنی هم استفاده میشده. خب بالاخره بعد ساعت‌ها گشتن تونستم پیداشون کنم. به خاطر گرمای هوا معمولا یا توی آبن یا توی سایه. اینایی که من اسم دقیق انگلیسیش هم نمیدونم متاسفانه، که زیستگاهشون معمولا تو بنگلادش و جنوب هند و میانمار و لاوس و کامبوج و تایلند و توی این حوزه هستن. نیش یا زبونشون خطرناک نیست، ولی خب سیستم دفاعیشون چنگال، دم و فکشونه. برای شناگرای ماهری هستن برای شکار طعمه اونو به شدت مورد ضرب و شتم قرار میدن و بعدش هم اونو میبلن. اونا میتونن از درخت‌ها به وسیله چنگالشون از درخت‌ها بالا برن، گوشتخوارن، پرنده، قورباغه، خرچنگ و آبزی‌ها رو نوش جون میکنن معمولا و یه جورایی صاحب این دریاچه. خب هنوز تموم نشده. وقتی که پادشاه زمین رو اهدا کرد اومد یه کتابخونه عمومی. یه زمین بازی برای کودکان و یه زمین ورزش و یه آکواریوم عمومی که نمیدونم کجاست. من این پارک رو انقدر دوست دارم، انقدر جای قشنگ داره، انقدر چیزای دیدنی داره که ترجیح دادم بیشترین تایم ویدیو رو به معرفی کردن اینجا اختصاص بدم و یه ذره تایم ورزش کردنمو کمتر کردم توی ویدیو. ولی خب مطمئنم که لذت میبرین از این پارک به این قشنگی. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. این پایین حتما واسم کامنت بذارین، ممنون میشم. روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.